این آقا رو بله. به چهرهشون میخوره که شغلشون چی باشه؟ از این مواد فروش موتوریا بهشون میخوره. ساقی موتوری میشه. آره. چرا باید بدونی یک نفری که مثلا مواد به دست مردم میده موتوری این شکلیه؟ چند بار دیدی؟ نه بگو. هر حرفی بزنی من میکشم بیرون. چند بار تریاک کشیدی؟ من خدایی بگم من مصرف کردم. بگم خدایی. آره بگو. مصرف کردم، جدی دارم میگم. من کرونا گرفته بودم. بعد همه میگفتن این اصلا اینو فقط باید اینو بکشی تا حالت خوب شه. اول خب خیلی مقاومت میکردم. بعد بابام جوندوز پشت در ایستاده بود، میگم من میشمارم چند تا باید بکشی. گفتم بابا من نفسم بابا دستتون داد. آره. خب از زیر در بعد اینقدر جوندوز گفتم بابا من تا حالا اصلا ببخشید سیخ دستم نگرفتم. گفت کاری نداره دخترم، این سیخه رو داغ کن بذار روش، این دود میکنه، بعد اونو با اون لوله‌ای که دادم بهت بکش بره تو. چرا ما تو برنامه داریم آموزش تریاک؟ به نظرتون شما بیشتر تا حالا تریاک کشیدین یا آقای فرهاد؟ این چهره شبیه کرمانشاه فکر کنم من بیشتر، چون من بعدش مشتری ثابت شدم بابت اینکه هیچ داروی شیمیایی دیگه رو من جواب نمیده. من سرما که بلش کن غلط شد.